bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam, har bir istagimning chorasini. صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایی شارت دست دعای مادر. السلام علیکم بیننده ها، تماشابینان، مخلصان عزیزی شبکه شهنان. امروز ما برای تبریک کردن معلمه چندین ساله، معلمه زبردست که طول تمام حیات خود را، جوانی خود را برای تعلیم و تربیت دادن نسل نورس بخش کردند، فدا کردند. معلمه رحمت وارا از نام فرزندانشان، از نام مدینایتی، نیکنایتی، دلشادکا و ارشادکا تبریک میگوییم. آن لحظه های خرسندی را همراه شمایان به هم میبینیم. اگر تیار باشد، اگر رفتیم. Menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam, qush tinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yalpizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Unga dard tegadi, men yomon bo'lsam, keyin qanday yashab boshni eksam. Men bormanki mehr kutmas. assalomu alaykum. Assalomu alaykum mehmononi aziz, zanbonuvon, modaroni mehrabon, mehmononi خانواده شادروان، پدر عزیز خاندان رحیم بابا، خانواده معلمه عزیز ما رحمت و هر یکی شما را به امروزه روزی زادروز به مولود خجسته به میلاد عمر استاد عزیز خوش آمدن میگوییم. هر قدم های شما را بالای دیده میدانیم. امروز معلمه عزیز ما، معلمه که چندین ساله حیات خود را برای تعلیم و تربیت، علم و معرفت بخش کردن، برای تمامی نسل نورس فدا کردن. معلمه که از صمیم قلب، از صمیم دل و جان کار کرده، برای هر یک فرزندی همین دهه عزیزمان جان فداکارانه کار کردن و حاضر در نفقه هستند. برای تبریک کردن معلمه رحمت ها آمدیم. وقتی برایشان خرسک میزنیم، به نزد ما تکلیف میکنیم. مرحبا معلمه، نزدیکتر استادیوم منبع. ما هم یکی از آن شاگردان استاد هستیم. معلمه زادروز مبارک باشد، روز خرسندی را مبارکباد میگوییم. امروز چند ماه در آمدیم؟ نه چند ساله با ماند؟ خاله؟ آره با پیر کردن شما. ما میگوییم شاگردان 17 ساله و 18 ساله، زنبانوان و مادران هیچ وقت پیر نشوند. در سر فرزندها همیشه سایبان و نوجوان و صحت سلامت کردند. امروز من خرسند هستم معلمه شما را در روز خرسندی تبریک کردم. خدا کند که عمر بردوام پدر عزیزی خاندان را، شاه سلطان خاندان را برای شما عطا کند. شادروان رحیم بابا آخرتشان آباد باشد، گرهایشان پرنور باشد. امروز خرسند هستم که آیلهشان خوشبخت‌ترین است، آیلهشان پرفیض است و زادروزی مادر عزیز را جشن فرستادیم. و فرزندان گفتند در آغاز سخنتان تاکید کنید و رسانید که ای پدرجانی عزیزم، ای پدرجانی عزیزم، کردی از عالم سفر، سایه بودی بر سرم همچو درختی پرثمر. با دعای خیر یادت میکنم شام و سحر، نزد خلاق جهان باشی همیشه معتبر.
البته خداوند عزیز روح ارواح گذشتگان را شاد کنند، آخرتشان آباد باشد. امروز معلمه شما از نام فرزندان عزیزتان، از نام مدینایتی و نیگنایتی، از نام دلشادکه تبریک میگویم، از نام کلین پاشاها، نبیره کلین، از نام دامادهای عزیز گفتند که در سر ما سایبان، از سر برای ما همچو استاد در خانه هم مادر و هم استازی کردن. علم و معرفت ها در حیات و زندگی چخیل زندگی کردن را آموزاندگی شخص. شکر میگویم. پرسیدم چخیل از نام شما تبلیغ کنم. گفتم که ما رو به دنیا آوردنشان برای ما وقت است. ما شکرانه میگویم که فرزند این خیل مادر هستیم. شکر میگویم که این خیل مادری با یک علم و معرفت ما را به دنیا آوردن و مادری کردن، با شیر سفیدشان با مایه رساندن. همیشه تا هستی ما فرزندان در سر ما سایبان باشند. برای مادر جان عزیزی من رسانید که ارزد به هر دو دنیا یک حرف نامی مادر، بعد خدا و قرآن باشد مقامی مادر. گر شاهم و وزیرم، سلطان یا امیرم، دنیا به دست گیرم، هستم غلامی مادر. مادر مرا بیزاده است، آغوشی مهر کشاده است، شیری سفید داده است، خوش است نامی مادر. صرفی حیاتی من شد، صرفی نشاطی من شد، صرفی نجاتی من شد هر صبح و شام مادر. صدها عروس دلبند، صدها نکوی فرزند، هم قدر هیچ نبود بر یک پیام مادر. مجنون اگر بخواهی بخشایش الهی، شوخا که روی راه زیر قدم مادر. مادران عزیز در زیر قدم های شما جنت و بهشت میخوابد. همیشه در سر فرزندها سایبان گردید. امروز برای گل ثباتی خاندان، برای بهشتی خاندان، گل ریحان خاندان از همه کتاب قیمت بهاترین را، کتاب قرآن و کریم را تیار کردیم. اگر مهمانان ترسک زنیم، اگر میسواریم. مرحبا. البته گلدسته زیبا را برای مادر مهربان میسپاریم. مبارک باشد و پرتلیت خاطرمان و تاریخی که در این خیلی خاندان پروفیز آویزان باشد و هر بار این عکس ها را دیده برای فرزندان دعا گویند. مرحبا. پیششان را میبریم میکشویم. مرحبا. اونقدر تگل من yaman olsam, keyin qanday yashab boshni eksam, men borman ki mehr kutmas boshqadan. Bu mening onam, bu mening onam. Muborak bo'lsin. Qushtimsa tinmagan didorim, Halima, bu nabiraha chanda? 9 تا باشد. اگر یک نفر ملیکه بودستن در نشان با دخترکی زیبا نامشان فرسیما بانو. امروز شما برای آنجان عزیزم من کلان شما اگر آنجانم برین معلمه میشوم. البته حاضر هر روز در اطرافشان پروانه است، اما میگویم هر پگاه خستن آلوچه گلی بادام. من نبیره مامام آنجانم 6 تا چای نشان. من چای رزکی آنجانم گفتم من در نزد شما امروز دخترکی نازنین فرسیما بانو. البته گوشوارهای طلا را برای آنجان طلایشان تیار کرده. مهمانا با یک قرصک میزنیم برای آنجان عزیز. مرحبا. مبارک باشد. روزی خورسندی را مبارک میگویم. البته من در نزد ما یکی از وکیلان، یکی از وکیلو
زنهای فعالترین دهه میرانقل که هر بار که ما مهمان شویم با یک چهره کشاد ما را پیشواز میگیرند. باز یک معلمه عزیز خواهر عزیزتان در نزد ما هستند. پیشان با تکلیف میکنیم. مرحمت. خطا نکنم خالی قواها. مرحمت. ای خواهر جان زاد روزت مبارک باشد. ای خواهر جان زاد روزت مبارک باشد. پیش بغلت نبیره و عبیره ها قطارک باشد. آیت جان عزیزم، من شما رو از نام اولاد کلان خودم و از ضمیر قلبم از نام همه خواهران، برادران، جیانها با روز تولدتان از ضمیر که قلبم تبریک و مبارک باد می‌نمایم. دائما در حیات صحت و سالم باشید. روزگارتان در روزگارتان آبادی ها، حضوری همین فرزندکان شیرینتان را بینید. دائما سربلند باشید. خیلی که امروز در لب شما تبسم هویدا است، هیچگاه همین تبسم شما را ترک نکند. چون آفتاب درخشان باشد و نورهای گرم خود را فقط در سر فرزندانتان پاشیده گردید. در بخت ما خواهران دادران صحت و سالم باشد. چو سعدی پیر گردید خم نبینید. چو سعدی پیر گردید خم نبینید. چو حافظ شاد باشد غم نبینید. چو سینه عاقل و فرخنده باشد. چون جامی بر دل و بر دیده باشد. مهمانان عزیز، همه شمایان را به این درگاه خواهر عزیزم خوش آمدید میگویم. قدم هایی که مانده آمدید نوری دیده تاج سر. همین سخندانی زیبای دهی آهلیک، من از شما فرزند عزیز بسیار منتدار هستم. دائما صحت سلامت باشد فرزندک عزیزم. در بخت پدر و مادر، در بخت همین مردم آهلیک، مردم میرانکل، بیا که در همین بخت مردم ولایت و در بخت جمهوری دولت ازبکستان صحت سلامت باشد. فقط در روزهای نیک که مردم خدمت کنید و شما تمام خوشی های جهان را آرزومندم. باز خواهرک جان و شما میگویم که تولدتان مبارک باشد. الها 100 ساله شوید. رحمت مبارک باشد. و البته برای مادر جانی عزیز شیرینی زیبا را تیار کردیم و باشد فرزندان را میخواستیم نزدیک تر ایستن. مرحمت. مدینه نویتی نیک نویتی. زادروز مبارک. زادروز مبارک. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
این است من در اینجا دوگانه ها همسیف ها اشتراک دارن همه خیشون نزدیکان خواهران معلمه ها استادان اشتراک دارن یک تا سخنهای تبریکاتی رو میشنویم پیش از آن باشه بالا فرزندان نگینایتی بعد اینایتی کنی شما نزدیک رسیده تا تبریک کنیم مرحبا سلام علیکم مهمانان گرامی از دور نزدیک زندگی مهمانان شامده به درگاه بیجانی ما مادرجانی عزیز سر به دروی سری ما به صحب سلامت گردید اول سایبان شده گرده سرکی ما برد و مثل مانندی گروهای آهنی اول سربران شده گرده و دقتتون رحمت مرحبا نگینایتی یکم سرکی ما به ساق سلامت کردن عمرکشون برای شود سرکی ما بر یکمشون به ساق کردن برای روی اولید از یکم شاد شدیم رحمت البته از معلمه رحمت و آغاز میکنیم از خانهای تبریکاتی را هر بار که ما رفتیم شما علیکم میهمانان عزیز من در یک نظر گفته گذاشته بودم که من از خلق دهه اوهلی خیلی مینت دارم برای آنکه خواهر من گویا در اینجا سزاوار حرمت و عزت همه خلق است در معرکه در همه کارها خدمت این خلق در نظر دارم خیلی منت دارم سباعت در خانه زن مهنت کش برای فرزندها مادر مهربان برای مرحوم پاچان رحیم جان زوجه مهنت کش برای فرزندان خلق آهری استاد است خیلی حرمت خیلی عزت میکنن غیر از این ما از محله از دهه آهری استادان داریم تعلیم آنها را گفته گرسته به مانند جمال صدیق خب محیدین ریاض خواه آنها به ما تعلیم داده هستند ممکن سباعت مهنتی شایان همان استادانی که روی اول آنها شاد کرده به خلق آهلی گویا که همون تعلیم ویها داده به خلق آهلی کنه است الهیم سر بدارت حضور فرزند کاش بیند این استاد سخندان مرد میدان است این استاد سخندان مرد میدان است در سخنگویی و ملکت گردی چکان است ای خدا کن مرون به قامتک بالایه کن ای خدا کن مرون به قامتک بالایه کن خلقت و نگاه میکنی با چشمان مسته کن این سخندان ما میگرده اسبکی حقیقتا خیر بخیر میرفت نصیبه شوه دورهی پیر پیری بیا پیری خیلی مسئله داره فرزندگی عزیز گذاری بچه کار می برای دنیا بارده پدر و مادر شما رحمت خب همه وقت در خدمت باشید اخوان پیشلم کفی مولم زده نمیتونم خیلی بچه کات بینی ایلم برم گذاری فرزندکات بینی جمعی خلق همین جشتگی و فرزندکاش ایلم در پناه الله تعالی باشد آیله هاتم هم وقت تنجی تنیسیتی خاطره جمعی باشد الهیم شویشی کاری فرزندکاتی خدا بندی کنیم همه اکاتون حضور بچه اکاتون با قطار شما همه خاندانم پیرکی بدولت شود نیوره ایوره خبر دقتون رحمت رحمت تشکر میگیم مرحمت معلمه الهیم سباعت صد بدرویم
حضور حلاوت بچه کشو نبینم. اینجا من به هم همسایه هم خوار هم دیگری همه وقت خبر میگیریم. هم روز نبینیم هم دیگری ایستاده نمیتونیم. همین پگوی که اومد مصباح جان ناز استه فولینی ها نازمین این ناز هم دیگری خبر میگیریم. خرکتیشون نرزای من همه که زندگی کردیم همه که شش دو خیز مکتب کار کردیم مکتب 18 سی به یکون مرد شما همون تو با نرفتن همه وقت خوار بودیم 1 سال مرونکول با درس دادم هم تو مرونکول رفتم عدستم گرفتن رحمت سباعت خونهشون بردن اینی بعدی پیشین درس بیتیه که اینی مهم خونه دیگه جا خون نروه با خب هفته با 2 ساعت بعدی پیشین درس بود اینی سباعت نو با خونه رفتم بالا خونه جای دخترو همین بازی میکنیم بازی چیکار خود میرد نمیدونم جدا آدمای مرانکل جدا حرمت و سزاوار 1 سال کار کردم حال دیجای بینن اچاش میکنن میچی میکنن معلم اجا یکی من نمیشناسم هم تو اچاش میکنن میچی خورد و کرونوشون جدا خلق ناس حرمت و سزاوار حقیقت حالا یک کلمه میگه که خودتون کلن کده همین سباعت نه من خبرم نیست همون تشبیهن که من احمد بچه شد دیوخی رحمت بابا هیچ رحمت بابا میرن و میگن که دختر کنه تمام میتیه سر میدان با میتیه ولی آدم هیچی گفته نمیتونه احمد بچه دیه مرونکور بعد امیر خشبانه میگن که تو همونجا درست دادی چو کدی رحمت بابا نه من نکرم جدا آدمای ناز من همین میشینیم میخیزیم حرمت و سزاوار رحمت بابا خوارسا بم خوارا بم فرزندا بم نیوروها بم رحمت داشتم السلام علیکم دوستان عزیز من امروز دوگانه عزیزم رحمت زاده روزی میلادیشان روزی تولدشان باشد من رحمت زاده خطی پیش از کلمیوشان دور استودنتا در یک جا گذراندگیم کوارتیر هم یک جا بودیم افشید هم یک جا بودیم بسیار دختری شوخ بودن نیکی بسیار شوخ بودن من فرغانگی و نمانگونی همون یک جا بودیم همون به زور و قوت نمی رحمت زاده بودن من با تقدیر بوده است که در مکتب 18 در مکتب 30 ما یک جا کار کردیم نوچری گفتن ما یگان شما بطنا رفته است قدردان ما بودن هم خیلی انسانی نیک هستیم من امروز زودروز دارند رحمت زاده نمیپرسیم که چند ساله شدن چون که ترسون زاده میگید که 30 سال زن به کس پرسیدن از آداب نیست 30 سال خیش را گفتن به زنها خاص نیست زن است و در همه حالت چو زن میماندان این معمایی است که حاجت و پرس و پاس نیست آره زن همه وقت زن است سباعت الهیم هیچ وقت پیر نشوی با مانند امروزه جوان مونی با مانند امروزه 30 سالتون با آن سالی که گفتن مانند نیست شما جوان هستی من نه اینکه یک معلم هم خیلی میشرمی دیلشون جوان برای اینکه در مابین بچه آدم هم صحبتش هم شینش هم خیزش چه خیلی باشد همون ویبا میرمد معلم فقط با بچه است درد خود رو فراموش میکنن در ایوتای بچه بیغبارن دیلشان صاف است هیچ چیزش وی نیست به همین معلم دویم جوان است گپا بسیار کردم در آخر گفتنی هستم اون چیزایی که من سناتویتی گفتن خیلیاتی گفتن من همراه هستم فقط در آخر میگم که
سری سبزت همیشه در امان بود، دلت در زندگانی کامران بود. نصیبی تو همه شادی دنیا، غمی عالم نصیبی دشمنان بود. الهام وصفا سلامت باشه، بمانند روزا دور آرا باشید و دوستیم وقت دوام کنه. دوستیم در تشکرهای بسیار میگیم. من از شاگردان امروز در خدمت مردم است. حسین جان الهی خوراکاتون با اومد، کامیابی خود تمنا دارم. بگذار منم که دوره های زیبایی آهنی که میرون کل را داریم ما پرمول کرده گردید. رحمت. تشکر استادانی عزیز، تشکر می‌گویم. مبارک باشد. روز خاله جان موندن میخواهند تبریک بگویند. مرحمت. یعنی منم دیگه که معلومه داشته السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی. اشتراکی به شمایان معلوم است تفکر امروز نشست ما خواهرک عزیز زیبا سباعت باشد. من شخصا اون کس را به امروز تولدتون تبریک و مبارکباد نموده به اینها عمری درازی چون کوههای میراکل و اهالی مستحکم آرزومندم. من میخواهم که اینها فقط حضور فرزندان را بینند. رحمت. پرسیما اونا جاناشون تبریک میگویند. مرحمت. آنجان ایمان مهربان ایمان دادم قبول کرده بیمه کلم کرده شما و رحمت صد به درایه. رحمت. معلمه های عزیز، هر بار که خواننده طلبه ها خطا کنن اگر از جای میخیزاندیم در وقتی که کار میکردیم. امروز ما خواننده ها شما رو میخیزانیم، سرود رقصی میمانیم. همراهی معلم عزیز ما استاد عزیز رحمت و هر یکی امروز زن بانوان را به رقص تکلیف میکنیم. دوره های جوانی را به خاطر میبیاریم. پیش از آن میخواهیم باز یک سخنی تبریکاتی رو شنویم. مرحبا. السلام علیکم برادران گرامی، خواهران عزیز. امروز به درگاه که خواهر که من خوش آمده، روخت را با روخ گل رو برو کن، دو رویت را با شبنم جستجو کن. پس از اون به دیار آرزوهایم قطار قطار خواهرکای نبیره های دخترکان به خاطر آر. زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی البته با آرزو شیرین است. خواهرک جان الهی 100 ساله شوی، در طول فرزندکات عمرک دراز رزقک فراز باشد. شویش کاری فرزندکاتت یاد الهی مکان وقت سویبون سری همینا شده. عمرک پاشما الهی مکان شما قطع کرده باشد. الهی مکان هم وقت خورسند دماغ چاخی کرده کردیم. برای شما رحمت کنم. شیرین ترین لفظی که به آن انسان لب میگشاید این کلمه مادر است. زیباترین حرف زندگانی مادرم است. این افاده است قربتک، ولی در خود آرزوی و تمنای زیاد، محبت و صمیمیت و همه آهنگ‌های روانبخش دل انسان را تجسم می‌نماید. به نورش گرچه این خورشید خاور فراگیرد جهان را سراسر. نمی‌گردد به هیچ چیز این برابر به این پرقوتی با مهر مادر. همتون خوش آمدید. برای اعتبار همتون تشکرهای زیاد. صد بدارید خواهرکی عزیزم. دایما صحت سلامت باشد. در سری فرزندان گرچه که نو گفتیم آفتاب بر این درخشان شد نورهای گرم خود را در سری نبیره و عبیره های خود پاشیده گردید. صحت باشید، زنده باشید همه. هزار رحمت تشکر میگیم. این لحظه مرحبا سرودهای شوخ همه کس از جایهای خود میخیزیم یک جای همراهی معلمه به این رقص خورسندی میکنیم. مرحبا.
başımdaki taç Tüy alenge yayradır saç Tahtı devlet başımdaki taç Tüy alenge yayradır saç Sarıştacık yayıp kırpılar Davrelerde oynasın onam Davrelerde oynasın onam Kuylar kurban Ey yar diyar, dildar diyar, dilim rabudi, kuyar diyar. Ey yar diyar, dildar diyar, dilim rabudi, kuyar diyar. Ey yar diyar, dildar diyar, dilim rabudi, kuyar diyar. Ey yar diyar, dildar diyar, dilim rabudi, kuyar diyar. Ey yar diyar, dildar diyar, dilim rabudi, kuyar diyar. Ey yar diyar, dildar diyar, dilim rabudi, kuyar diyar. نیومدی بی تو شب من تاریکه با من باشی عشقم دنیا روتیکه به یاد تو هر شب آسو می‌نویسم جای تو تو قلبم کاری عزیزم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من یادم مشکل شبای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من یادم مشکل شبای من جای تو تو قلبم کاری عزیزم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من یادم مشکل شبای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من یادم مشکل شبای من قوت سویای من به تو عادت کردم رفتی من عشق
خدا از تو شکایت کردم دستش تو دفترم شب تو را میخوندم تو من دادم گفتی که به هم میموندم جیگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من مردم خوشگل شبای من جیگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من مردم خوشگل شبای من
Jak teraz grę? Tamam.
yüreğiyle. بیای بیای پیگان سار دمیده بیای بیای کی دلدار رسیده من بیننده های عزیز، تماشابینان مخلصان عزیزی شبکه شهنام، امروز ما در خاندان معلمه عزیز رحمت و مهمان شدیم. در جشن زادروزشان تبریک کردیم و آن لحظه های بسیار هم پرفرح، خرسندی، شادیانه را همراه شمایان به هم دیدیم. مانند امروزه، مانند همیشگی با ما باشید. با شبکه شهنام خود را احتیاط کنید. hayotda oz yashab ko'p azob ko'rdim, gohida yiqildim, gohida turdim, sevgidanam do'stanam bir barakay kuydim. Dedingiz jon bolam saqlama dilda g'am, mehrni narxi yo'q do'stlarning soni, minnatli bo'larkan o'zganing noni, lekin ota onangga kelmaskan maloli, bo'zlab qolma yo'qotgach hidlab ro'moli. Mehribonim onam, beazorim onam, beg'uborim onam, onajonim onam. Mehribonim onam, beazorim onam, beg'uborim onam, onajonim onam. Boshimga kulfat qilib, davlat ketganda oldim kimga kimligim bilib, kecha soyamga salom berib yurgan kimsalar, andishasiz yurganda ortimdan g'iybat qilib, nomarddan ulfat qilib, boshimga kulfat qilib, davlat ketganda oldim kimga kimligim bilib, kecha soyamga salom berib yurgan kimsalar, andishasiz yurganda ortimdan g'iybat qilib, boshim toshga tekkanda chekkanimda nadomat, Tangridan ertayu kech so'ragan menga omad. Ona duolaringiz sabab omad quchog'ini ochib, davru davronim keldi yo'qchiliklari qochib, aslida siz ekansiz mening baxtu omadim, quyoshdek porlab turing boshimda nurlar sochib, onam onam onam, mehribonim onam, beazorim onam, beg'uborim onam, mehribonim onam, beazorim onam, beg'uborim onam, onajonim onam. To'lib aytdim-da gapning xonasi, bunchalar ham mort bo'lar odam bolasi, eng vahshiy inson ham dod faryod qilib yig'larkan hayotdan o'tsa onasi, mehrning narxi yo'q
do'stlarning soni minnatli bo'larkan o'zganing noni lekin ota onangga kelmaskan maloli bu dunyoda jannatim omon bo'lsin jonim